مردم این تلفن ها را استفاده نمی برند. من با این سالهای چلم در اوان استالین گپ می زدند. در دکان جمشید می توان گفت یادگاری های تاریخی چندین ساله حفظ شدند. چیزهای جمع آوردهش برای نسل نوین از وسایط کهنه و برای استفاده ناشایمند، اما برای او هنوز ارزشمندند. من آدمی سنتگرایم. به نظرم مردم از این تلفن ها استفاده کنند بهتر خواهد بود. سمارت فون ها ضرر دارند. این اندیشه های جمشید بحث برانگیزند، اما این چیزها بیانگر یک تاریخ هستند. تا 10 سال پیش چنین تلفن ها در هر یک خانه وجود داشت. یک چند 10 سال پیش حتی داشتن آن آدم را مرتبه میداد. در کوچه های ما از این تلفن ها می ایستادند. تنگه دوتینه قبول میکرد. سالهای 50-60 عصر گذشته بود. آوان شوروی بود. تلفن های کهنه را عادتا مردم میآورند تا جمشید آنها را بفروشد. 100 سومونی نرخ دارند. کسی چی قدر دهد. اینها قیمت ترند. انا اینها خریدار ندارند. آنها را همچو یادگاری حفظ میکنیم. تلفن ها قریب هر سال شکل عوض میکنند. شفقت الکی تلفن های همراه چند ساله نزدیک را حفظ کرده است. شکل آنها فرق میکرد و طرز کارشان نیز گوناگون بود. در آوان نورسی بعضی از این تلفن هایی که حالا میخرم آرزوی من بودند. او حالا 14 نوع از این تلفن ها را همچون یادگاری حفظ کرده است. به اسمارت فون ها توجه ندارد. حالا نوش برآمد. آنها همه شبیه یکدیگرند. کمتر از حافظه و توانایی کامراشان فرق میکند. برای کسی این تلفن ها کهنند، اما برای شوکت درآمد میآورند. به نزدیکی مترال استحصال سالهای 90 عصر گذشته را چندین مراتب قیمتتر فروخت. آن اکرانی سبز داشت و تگمچه هایش رنگ های گوناگون داشتند. با یک کلکسیونر انگلیس به $1000 فروختم. نوکیا N73 بهترین تلفن در سال 2007 بود. احیانا میان دانشجویان خریدار میافت. $500 نرخ داشت. کامرای خوب داشت. شوکت میگوید این تلفن ها چند سال پس باز قیمتتر میشوند. کسی بیند میگوید واو، مگر اینها وجود داشتند؟ هستند کسانی که این گونه تلفن ها را ندیدند. هر یک ساکن تاجیکستان امروز تلفن همراه دارد. زندگیشان را به آن تصور نمی کنند و هر سال نوع از آن به حافظه تاریخ می رود که احیانا به آنها توجه می شود.